بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به این برنامه. امروز با خانم غزاله نعمت‌اللهی، یکی از ایرانیان مقیم آلمان، در مورد رخدادهای جاری در ایران و جنگ در منطقه گفتگو میکنم. خیلی خوش آمدید خانم نعمت‌اللهی به این برنامه. خیلی ممنون از دعوتتون. زنده باشی. خانم نعمت‌اللهی، اه، وضعیت رو چطور میبینی؟ آیا مخالفش هستی، موافقش هستی؟ نظرتون چی در مورد جنگ تجاوزکارانه اسرائیل به ایران؟ 100% مخالف هستم. جنگ هیچ وقت هیچ برنده ای نداره. جنگ فقط بازنده داره و هیچ وقت ما با جنگ نمیتونیم صلحی در دنیا ایجاد بکنیم و مخصوصا وقتی که یه همچین جنگی که تجاوز به یک کشور دیگه هست 100% باید محکوم بشه. هیچ جنگی تو دنیا، شاید خیلی از کسایی که حالا سطحی نگاه میکنن به این قضیه فکر کنن که خب خیلی از جنگ های توی دنیا باعث شده که یک جنگی پایان پیدا بکنه، ولی در واقع جنگ ها فقط فرمشون عوض میشه. مثلا جنگ گرم به جنگ سرد تبدیل میشه. صلح فقط وقتی میتونه ایجاد بشه که بتونن انسان ها با هم گفتمان بکنن، بتونن دو تا طرف رو درک بکنن و اون بدی هایی که ایجاد شده رو بذارن کنار تا بتونن به یه صلح برسن، بتونن با هم در کنار هم قرار بگیرن. و اگر که حتی توی این جنگ حالا هر کدوم یکی از اون دو طرف نهایتا مجبور بشه به عقب نشینی، این خشمی که توی انسانهایی که از طریق این جنگ خانمانشون رو از دست دادن، عزیزانشون رو از دست دادن، اون خشمه تا وقتی که بمونه توی انسانها خودش رو از یک جای دیگه بروز میده. پس ما اگر که میخوایم، اگر واقعا نه تنها ادعا میکنیم بلکه واقعا طرفدار صلح هستیم، باید همینجا جنگ رو بذاریم کنار و نگاه کنیم ببینیم چطور صلح رو به دست میتونیم بیاریم. البته میخوام حتما اینجا یه تاکید بکنم که دفاع از کشور فرق داره با جنگ. وقتی که به یک کشوری مثل کشور ما حمله میشه، تجاوز میشه بهش، به اون کسایی که اون لحظه اونجا نشستن، ولی اون اون ارضیت ما تحت تجاوز قرار گرفته. میدونیم که سالهای سال جمهوری اسلامی شعار نیستی اسرائیل رو داده بود. پاسختون به این چیه؟ ام، سوال بسیار بسیار خوبیه و اتفاقا اینجا من فکر میکنم که باید خیلی همه جانبه به قضیه نگاه بکنیم. یکی این که کشور جمهوری اسلامی مسلما میدونیم، هممون میدونیم که حکومتش حکومتی نیست که در راه اون صلح جهانی قدم برداره. ولی در مقابل ما کی قرار گرفته؟ آیا آمریکا، آیا اسرائیل؟ اینا کشورهایی هستن که در راه صلح هستن. آره، جمهوری اسلامی متاسفانه خطاهای خیلی خیلی زیادی کرده توی 40 سال گذشته و ادعای زیادی کرده در رابطه با اینکه ما باید اسرائیل رو مثلا از بین بریم یا مرگ بر آمریکا، ولی خیلی جاش در حد صحبت بوده و همین الان میبینیم که توی خود مثلا همین حمله‌ای که به ایران شده، با وجود که ادعایی میشه که تو ایران مثلا بمب هسته‌ای وجود داره، دارن میسازن، ولی همین الان نتونستن چیزی رو نشون بدن، چیزی رو ثابت بکنن که واقعا هم چیزی وجود داشته. و فقط بر اساس این که یک کسی ممکنه چون حالا اون صحبتی که حتی نتانیاهو میکنه یا ترامپ میکنه، میگه که جمهوری اسلامی میتواند در ماه‌های آینده یا در سالهای آینده دسترسی پیدا کند به این بمب هسته‌ای. ولی ما بر اساس اون چیزی که در آینده ما حدس میزنیم و میتواند وجود داشته باشد، ما نمیتونیم به یک کشوری حمله بکنیم. و خب خیلی ادعای دیگه هم وجود داره. من اصلا طرفدار جمهوری اسلامی نیستم و
حالا دوستانی که منو قبلا دنبال میکنن و منو میشناسن میدونن که من در مقابل این حکومت همیشه وایسادم و حتی بر علیهشون مقابله کردم. ولی همیشه وقتی که ما از اون عدالت بیرون میایم، یعنی میایم یک چیزی رو به خاطری که حالا برخلاف میلمون هست شروع میکنیم به تخریب کردن و از اون عدالت واقعی بیرون میایم، این ما رو نمیتونه به نتیجه برسه. ما باید هر دو طرف رو نگاه بکنیم. من طرف اسرائیل رو میتونم بفهمم که مسلما به خاطر حالا دخالت های ایران توی کشورهای دیگه مثل فلسطین و حمایت هایی که از حماس میکنه، یه سری دشمنی ها و مخالفت هایی و نگرانی در نسبت به ایران داره. و از طرف دیگه هم جانب ایران رو میبینم که اون هم آمریکا هم اسرائیل و کشورهای غربی توی سالهای گذشته ضربه های بسیار عمیقی به کشور ما زدن، نه مستقیما به رژیم ما بلکه به ملت ما زدن و از طریق حالا تحریم هایی که ایجاد کردن تمام بارش رو مردم ما کشیدن و اینجوری. و همین الان هم میبینین که مثلا اسرائیل از چقدر وقت سالها برنامه‌ریزی کرده که چه مقدار که پهپاد بیاره، آدما رو بخره و این دو طرف در هر دو طرف وجود داره. و اتفاقا اینجا به نظر ما میرسیم به اون سوال اصلی که ما چطور میخوایم نگاه کنیم، دنبال چی میگردیم توی دنیا. خیلی از مردم دنیا ادعا میکنن که دنبال صلح میگردن، ولی آیا ما واقعا دنبال صلح میگردیم؟ و اگه دنبال صلح میگردیم چطور میتونیم به صلح برسیم؟ آیا ما با جنگ میتونیم به صلح برسیم؟ آیا به این که بگیم که یک کشور متجاوزگر یک کشور دیگه قوانین بین المللی رو بذاره زیر پا و ترور بکنه آدم ها رو تو ایران، این قانون این چیز مثبتیه که ما ازش دفاع بکنیم؟ همون جوری که ما میگیم که ترورهایی که ایران در کشور دیگه میکنه غیر انسانی هست و محکومش میکنیم، و همون نسبت هم باید ترورهایی که از اون طرف در ایران انجام میشه محکوم بکنیم. این وقتی که ما شروع بکنیم و یک اخلاق دوگانه داشته باشیم نسبت به دنیا، نسبت به قضاوت هایی که میکنیم، این فقط ما رو به جنگ بیشتر میکشونه، نه به صلح. اون چیزی که واقعا من الان میبینم چه در جمهوری اسلامی و چه در اون طرف غرب، چیزی به نام اخلاقیات وجود نداره. و اینجا هست که اون سیاست هایی که سیاست های جهانی خود منو بسیار آزرده کرده. من با وجود که سالها همیشه فعال سیاسی بودم و در درونم هم هستم، ولی وقتی که میبینم که این یعنی در اون ماتریکسی که درست شده و ما توی این ماتریکس داریم به یک سمت، به سمت جنگجویی بیشتر، به سمت کشتار بیشتری میریم، به جایی که به سمت صلح بریم، من خودم موافق نیستم که تو این یعنی شما میفرمایید که هر دو طرف اخلاق مدار نیستند و جنگ طلب هستند؟ بله، 100% به نظر من هر دو طرف 100% اخلاق مدار نیستن، هر دو طرف جنگجو هستن، هر دو طرف دنبال منافع خودشون هستن. آمریکا ادعا میکنه که چرا ایران داره از فلسطین حمایت میکنه، در صورتی که خودش نمیگه که من که توی قاره دیگه دارم زندگی میکنم چی کار دارم میکنم تو اسرائیل و فلسطین. فقط بیشتر از چندین میلیون، فقط از جنگ افغانستان به بعد بیشتر از 2 میلیون آدم فقط به خاطر جنگ هایی که آمریکا دستن در کارش بوده تلف شدن، از بین رفتن. و بعد ایران میشه آدم بده. من نمیگم که ایران جمهوری اسلامی دستش به خون آلوده نیست،
من نمیخوام بگم که اونها خوب هستن، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. ولی این که ما آیا بیایم واقعیت قضیه رو ببینیم، هر دو طرف رو ببینیم و با دیدن این هر دو طرف توی دام یک طرف نیفتیم و بلکه یعنی بتونیم. منظور توی اینه که اثر مخالفت با جمهوری اسلامی در دام آمریکا و غرب نیفتیم و اثر مخالفت با آمریکا و غرب در دام جمهوری اسلامی نیفتیم، در دامنش. 100%، 100%، 100% من این اعتقاد رو دارم که ما باید نگاه بکنیم که ارزش های انسانیمون چیه و آیا ما داریم بر اساس ارزش های انسانیمون قدم برمی‌داریم. آیا ارزش های انسانیمون کشتن انسان ها هست که ما بیایم خوشحال بشیم، طرفداری بکنیم از ترور آدم ها، از کشته شدن آدم ها. من اینجا فکر میکنم که ما به خاطر، میتونم هم درک کنم انسان ها رو، به خاطری که خیلی موقع توی فشار، یعنی به صورت طبیعی از نظر روانشناسی وقتی انسان توی فشار قرار میگیره، توی مشکلات روانی و فشارهای روانی قرار میگیره و دست و پنجه میزنه با مشکلات روزمرهش، عملا تو اون ترسی که هست، توی اون قسمتی از مغزش که دنبال فقط زنده موندن هست، اون خشما، اون انتقام ها بیشتر میاد بیرون. و اینجا هست که سیاست های جهانی، سوء استفاده گران جهانی، چه جمهوری اسلامی، چه سران جمهوری اسلامی، چه کسایی مثل ترامپ، چه کسایی مثل آفته توی آلمان که ضد خارجی هستن، چه کسی مثل نتانیاهو، اینها هستن که از این ترس های ما استفاده میکنن، از این مشکلات ما استفاده میکنن تا ما رو به سمت خودشون بکشن. یعنی هر شما میگید کدومشون که این دولت مردان هستند که باعث ایجاد تنفر در بین ملت ها میشن. مردان 100% اینا همه تعلیمات کسایی دارن دور و بر خودشون که تعلیمات روانشناسی دارن، دقیقاً میدونن که چطور انسانها رو به این سمت حمایت کنن، چون هدایت بکنن و بدون این هدایت انسان ها نمیتونن موفق باشن. اگر که این تنفر توی انسان ها وجود نداشته باشه، هیچ وقت خامنه ای نمیتونه اون بالا بشینه. اگر تنفر وجود نداشته باشه، هیچ وقت ترامپ رئیس جمهور نمیشه. اگه تنفر وجود نداشته باشه، صدها نفر پشت نتانیاهو نخواهند بود. اونها هستن که دقیقاً میدونن که چطور از طریق روانشناسی، از طریق سوء استفاده از این ترس های انسانی، انسانها رو پشت خودشون نگه دارن و با دروغ هایی که میگن از طریق رسانه ها و متاسفانه خب حالا خیلی از رسانه ها، اکثر رسانه ها خب در دست غرب هست، از این طریق چطور انسان ها رو تحت تاثیر قرار بدن که بتونن بر اساس خواسته خودشون سیاست های کثیف خودشون رو تو دنیا پیش ببرن، بتونن قدرت خودشون رو محکم بکنن، هر کدوم از اینا به جای خودشون. و ما انسان ها کارمون این هست که وظیفمون این هست که آگاه باشیم به این قضیه و نذاریم که تحت سوء استفاده اونها قرار بگیریم. اونا اسرائیل و مردم اسرائیل، من اینقدر دوستای یهودی دارم خودم که حتی وقتی که جنگ شروع شد، برای من اولین کسایی بودن که برای من پیغام دادن که وضعیت چجوره، خانواده‌ات چطور هستن. ما هیچ فرقی نداریم با اونا، ما هیچ فرقی نداریم با اون مردمی که توی اسرائیل نشستن و الان دارن داره بمب سرشون خالی میشه. و مردم کشور ما که الان این همه تحت فشار هستن و جونشون در خطره، هیچ فرقی با هم نداریم. ما به عنوان انسان، اگر انسان هستیم، وظیفمون این هست که اینجا انسانیت خودمون رو حفظ بکنیم و توی عشق بمونیم و بتونیم درک کنیم و ما راه دیگه‌ای برخلاف سیاست مداران بریم. این سیاستی که توی دنیا الان ایجاد شده، من نمیخوام بگم، خودتون نگاه کنین، خودتون قضاوت کنین. آیا ما رو به سمت صلح برده؟ اگه به سمت صلح برده، ادامهش بدیم، به همینو ادامه بدیم. و اگه به سمت صلح نبرده، باید از خودمون سوال کنیم چرا و چطور میتونیم ما بالاخره به سمت صلح بریم.
چند هزار سال نیاز داریم که بالاخره بتونیم بفهمیم که ما انسان ها میتونیم با صلح در کنار هم زندگی بکنیم. زنده باد. پس شما پیام دوستی به عنوان یک ایرانی پیام دوستی هم برای مردم اسرائیل هم فرستادید، خیلی هم ممنونم. حالا برگردیم در مورد خود ایران. فکر میکنید در این مقطع فکر میکنید که در درجه اول که این جنگ به مردم ایران تحمیل شده؟ واقعیت اینه، همونطور که گفتید بله. تحریم ها هم هزینه واقعی تحریم ها رو مردم ایران میدادن. در حال حاضر دقیقا. و در این مقطع مردم خود ایران چه کار میتونن بکنن؟ مردم ایران اولا که با اولین چیزی که ما باید حفظ کنیم کشورمونه. اولین چیزی که باید حفظ کنیم همبستگیمونه، همدلیمون هست. این بزرگترین نکته ای هست که باید انجام بدیم. و در مرحله دوم ما باید بریم توی برنامه ریزی که با این موقعیت جنگی که به وجود اومده بتونیم مقابله بکنیم، بتونیم کار بکنیم. باید بالاخره این کسایی که به خاطر جنگ مجبورشن از خانه هاشون فرار بکنن، خیلی خوشبختانه میبینم که هموطنان عزیز اینا رو کمک میکنن، ولی همه اینا باید یه مقدار ارگانایز بشه، برنامه‌ریزی بشه. و خیلی مهم هست که الان انجمن‌های و کمیته‌های مردمی شکل بگیره که بتونه بالاخره کسایی که میان همه احتیاج دارن به غذا، جا، به اینکه به سیستم بهداشتی و اینا، حالا یه روز دو روز بخوان مهمون باشن. ما نمیدونیم که جنگ چقدر طول بکشه، نمیدونیم که چطور اوضاع پیش بره. در نتیجه خیلی مهم هست که الان کمیته های انسانی شکل بگیره، مردمی شکل بگیره و برنامه ریزی بشه برای حمایت از این دوستانمون که بتونن نیازهای این دوستان رو برطرف بکنن و بعد حتی دراز مدت بعدا مثلا اگه کمکی میشه، مثلا کسایی که میان لطف میکنن و یه سری امکانات در اختیار میذارن، اینا همه نوشته بشه، بعد بتونه برگرده به کسایی که این کمک کاری کردن و همه اینا کاملا مشخص باشه، برای که اگر فشار روی تعداد کمی باشه و حالت مهمون بودن همیشه تا یه مدت کوتاهی میتونه جواب بده، ولی دراز مدت ما باید یک فکر اساسی بکنیم برای یعنی فکر این میکنید توی هر شهری دوره. باید یک کمیته یا تو هر محله کمیته های مهاجرین درست بشه و از اینا استقبال بکنه، نیازهاشون رو لیست بکنه و سعی بکنه کمک های مردمی جمع آوری کنه، تحت اختیارشون بذاره. او سری اقلام و یا کالاهایی هم که ماندگاری دارن تحویل بگیره با لیست، بعد از اینکه نیاز برطرف شد به صاحبانشون تحویل بده. درسته؟ بله بله، خیلی درسته. خب دقیقا. شما اشاره کردید که باید الان همبستگی رو در داخل حفظ کنن. سوال مشخص اینه که چطور میشه این همبستگی رو حفظ کرد بدون اینکه حکومت ازش سوء استفاده بکنه؟ در درجه اول خب ما باید چند تا چیز رو در نظر بگیریم. اینه که خب ما اولین هدفمون باید این باشه که تمامیت ارضیمون رو بتونیم حفظ بکنیم و نباید اجازه بدیم که هیچ چیز دیگه ای از بیرون باعث بشه که مرزهای کشورمون دچار مشکل بشن و چون اومدن یک نیروی خارجی به داخل حکومت ما که دقیقا هدفشون هم این هست، باعث میشه که یه خطری ایجاد میکنه که دراز مدت یک سری ناهماهنگی های، یه سری خطرات داخلی ایجاد بشه، یک سری جنگ های کوچیک ناامنی های داخلی ایجاد بشه و ما باید اینجا هست که باید اول همه مواظب باشیم که این اتفاق نیفته. دوم این که وقتی که ما بر اساس ارزش های خودمون شروع بکنیم به کار کردن، نه بر اساسی که نیایم الان بریم زیر شعار جمهوری اسلامی، بلکه بیایم از همین فرصت استفاده کنیم برای تشکیل
اون کمیته های مردمی، که همین بشه یه پایه‌ای که دراز مدت بتونه یه تشکیلات کوچیکی رو ایجاد بکنه توی مردم، یه همبستگی ایجاد بکنه، یه تشکیلاتی رو ایجاد بکنه که ما بتونیم بر اساس اون ارزش های خودمون، بر اساس تفکرات خودمون این حمایت ها رو پیش ببریم و نخواهیم تحت لوای جمهوری اسلامی بریم. البته اینجا باید بگم، بحث من اصلا این نیست که ما بیایم با کسایی که حالا مذهبی هستن و غیر مذهبی هستن اینا رو در مقابل هم قرار بدیم، بلکه چون این بزرگترین خطایی که ما میتونیم بکنیم. اصلا الان بحث این نیست که چه بله، کسی مذهبی هست نیست. کسی که آواره شده، فارغ از اینکه چه مذهبی داره چه عقیده‌ای داره، یه انسان مهاجر آواره یه است. انسان ماده دقیقاً. یکی این و یکی اون کسایی که میخوان کمک کنن. من خیلی از کسایی رو میشناسم تو همون ایران که بسیار معتقد هستن، مسلمون هستن و خیلی خیلی ولی انسانهای خوبی هستن و میخوان واقعا به آدم ها کمک بکنن. کسایی هم میشناسم که کاملا غیر مذهبی هستن و میخوان کمک بکنن. ما اینجا باید همه دست در دست هم بدیم برای مملکتمون، جدا از اینکه الان چه اعتقادی داریم، و نباید بذاریم ولی جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه، برای که زیر شعار اونا نباید بریم. نباید بذاریم که اونا بتونن از این قضیه استفاده. یعنی باید شعار خودمون رو خیلی مشخص بکنیم، به اضافه که باید از این فرصت استفاده کنیم برای ایجاد همین پایه‌های مردمی و کمیته های انسانی. ما باید بلند مدت نگاه بکنیم. ما باید همیشه با خودمون فکر بکنیم که ما مردم ایران میگیم ما دنبال آزادی میگردیم. ما دوست داریم که همه مردم توی یه رفاه نسبی زندگی بکنن. خب ما الان تصور بکنیم برای خودمون که واقعا اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی فردا رفت، ما واقعا دنبال چی میگردیم؟ واقعا چطور میخوایم این صلح رو در جامعه خودمون، همبستگی رو در جامعه خودمون اجرا کنیم؟ چطور میتونیم این عدالت اجتماعی رو اجرا بکنیم؟ ما الان اینجا از طرف دنیای تحت آزمایش قرار گرفتیم که نشون بدیم که لیاقت اون آزادی رو داریم، لیاقت اون عدالت رو داریم و ما اینجا میتونیم در واقع اولین تخم‌های این قضیه رو بسازیم و اینجا باید از خودمون یعنی بپرسیم که شما فکر میکنید که تأسیس این انجمن‌ها یا کمیته‌های کمک به مهاجرین پایه‌ای میشه برای آینده، برای اینکه به هر حال در آینده بتونه کارهای دیگه و کارهای سیاسی هم بکنه، درسته؟ مسلما. حالا من نمیخوام مستقیم بگم کار سیاسی، برای که برای انجام کارهای سیاسی یک سری تفکرات سیاسی نیاز هست، ولی حداقلش اینه که یک پایه‌ای میشه برای کارهای اجتماعی و یک عده‌ای که از توی این جمع حالا به سیاست، به کارهای سیاسی علاقه‌مندن، دوباره میتونن اونا پایه‌های سیاسی رو بسازن. ولی حداقلش اینه که ما میتونیم یک بنیانهای اجتماعی درست بکنیم. بسیار خوب. و فکر میکنی که البته این سوال شاید سخت باشه و خب مایلم از شما بپرسم، فکر میکنی که الان در حال حاضر که الان شرایط اینطور هست دیگه، حتی آمریکا هم این شب رفت فوردو رو زد به قول خودشون از اون طرف و جمهوری اسلامی میگه آره زده، ولی خب خطر تشعشعات و این چیزا وجود نداره، به هر حال ضرر جزئی بوده. فکر میکنی که این جنگ چند اندازه دوام داشته باشه، طول بکشه؟ و فکر میکنی که عکس عمل جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا چی باشه؟ من برداشتم این هست، با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی دارم، که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد، ادامه خواهد داد تا آخرین نفس. و با وجود مخالفتی که خودم با خود جمهوری اسلامی دارم، ولی در این زمینه من کامل موافقم که ما باید به عنوان کشور از خودمون، از آبروی حیثیت خودمون دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
حالا دیگه بستگی داره که این وسط چه نیروهای دیگه‌ای ایجاد بشن، چون خب واقعا الان پیچیدگی خیلی خیلی زیادی داره که بخواد به چه سمت بره، بستگی به برایند اینجا نیروها یک داره. الان بستگی عذر میخوام، خیلی عذر، یک سوال پیش میاد. الان شما گفتید خب باید دفاع بکنیم. الان در اینجا کسانی هستن که به هر حال خودشون ایرانی میدونن، ایران رو دوست دارن، ولی در این حال هم مخالف جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی نماینده خودشون و کشور خودشون نمیدونن و نظر شما با نظر این دست افراد در تضاد و تناقضه. دقیقا میدونم دقیقا واقع هستم به این به نظرات این دوستان هموطنان دیگم. خود من نظرم این نیست به یک دلیل، با وجودی که حالا خودم میگم مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی الان بحث جمهوری اسلامی نیست. الان تو وقتی که ما به کشورمون تجاوز شده و ما باید از اون ملتمون کشورمون رو حفظ بکنیم، وقتی این نیست که الان ما بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی تو این وضعیت بره، چون که میتونه نتایج خیلی خیلی بدی داشته باشه برای برهم ریختن کشور، برهم ریختن منطقه. خیلی مهمه که ما اینو در نظر بگیریم. بسیار سوال مهم و خوبی کردید. میدونم که خیلی از مردم ما واقعا اینقدر آزار دیدن از حکومت که میشنوم، هر روز هم میشنوم که مهم نیست چه اتفاقی بیفته، فقط اینا برن، مهم نیست بیان بزنن ببرنشون، ما از دست اینا راحت بشیم. این تفکری نیست که ما رو برسونه واقعا به سعادت. ما وقتی که من خودم دارم 20 سال هست که توی آلمان دارم زندگی میکنم و میشناسم شرایط اینجا رو، تصوری که از ما از خودشون اینجا به وجود میارن و با اون جنگ روانی که توی ایران راه انداختن از سالهای سال، این تصوراتی نیست که واقعیت داشته باشه. ما همیشه باید بدونیم که میدونم که مدیا دست این کشورهای غربی هست، ولی باید فکر کنیم که اگر که سالیانه چندین میلیون برین خودتون فقط برین اینا رو، این سوالا رو به عنوان سوال در نظر بگیرین و خودتون تحقیق کنین. ببینین که همین رسانه های مثل من و تو، ایران اینترنشنال و سالها چند میلیون دارن بودجه میگیرن، BBC و دارن بودجه میگیرن از این کشورها. بله، این رسانه ها وابسته به کشورهای امپریالیستی هستن، اما از اون طرف جمهوری اسلامی با کارهایی که کرده، با ایجاد بی‌اعتمادی در اثر و در نتیجه اون جنایاتی که قبلا کرده، مردم اعتمادی بهش ندارن و مخاطبین خودش از دست داده. این دقیقاً همینجوریه. دقیقاً اگه کسانی میرن من و تو گوش میدن، اثر مخالفت با جمهوری اسلامی میره، از ناآگاهیشون میاد. مثلا اینو تذکر داده باشه. بسیار بسیار قشنگ گفتین. شما گفتین از به خاطر ناآگاهیشون میرن. من همون حرفی بود که در اول بحث زده شد. ما نباید به خاطر مخالفت با یه نفر، نباید به خاطر مخالفت با یه گرگ بیافتیم تو چنگ شیر. ما اینجا باید ما این که به عنوان کسایی که یه مملکت با تاریخ چند هزار سال دستش هست، ما بخوایم بازیچه دست این قضیه بشیم. اینجا ما باید از اون خودمون بپرسیم که اگر ما میخوایم که یه کسایی دیگه بیان مثلا ما رو نجات بدن، چه دلیلی داره که اینا میخوان بیان ما رو نجات؟ آیا واقعا میخوان بیان ما رو نجات؟ ما از کی نجات میخوایم؟ آیا از اون کسی که خودش نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده، ما از اون میخوایم بیاد که تو کشور ما صلح رو برقرار کنه؟ با صلحی که بخواد با خون ایجاد بشه به چه دردی میخوره؟ و هدف اینا چیه؟ این که این همه سال این همه دارن همه جوره سرمایه گذاری میکنن توی مدیا، توی جنگ های سایبری، توی جاسوسی و میگه جمهوری اسلامی هم داره جاسوسی میکنه، نمیخوام بگم، من میگم ولی اون طرف ما میبینیم، اینو نمیبینیم. من میگم دو طرفش رو ببینیم. بعد باید بدونیم که اونها
هیچ وقت خیر ما رو نخواستن و نمیخوان. اونا فقط میخوان سوء استفاده بکنن از کشور ما، میخوان منطقه ناامن باشه. و نگاه بکنیم به دور و بر خودمون، کدام از این کشورهایی که آمریکا وارد جنگ باشون شده، عراق، سوریه، لبنان، بقیه جاها، افغانستان، کدومشون به خیریت رسیدن؟ اصلا اینجا هست دقیقا همون برمیگرده به اون حرفی که اول قضیه زدم. اون آگاهی ما هست. من هم مخالف جمهوری اسلامی هستم، من هم درک میکنم که چه چیزهایی مردم ما دارن اونجا میکشن و خود ماها یکیشون، خود من هستم که از این جمهوری اسلامی کشیدیم. ولی خب نهایتاً آیا ما میخوایم برای فرار از یک جمهوری که مورد پسندمون نیست بیفتیم تو جنگ بیگانه؟ آیا ما میخوایم کشور خودمون رو بفروشیم؟ اینجا ما باید ببینیم که یک سوال خیلی خیلی مهم از خودمون، ما دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال ارزش هامون چیه؟ اگه ما میگیم آزادی برای ما چه معنی داره؟ هر کسی بره برای خودش بنویسه آزادی چه معنی داره. برخی معتقدن که عده‌ای، البته من خودم جز اونا نیستم، فقط میخوام الان نظر شما رو بدونم. عده‌ای معتقدن که حال که ما نمیتونیم حکومت جمهوری اسلامی، این حکومت جنایتکار، این حکومت ضد زن، این حکومت ضد انسان براندازیم، چه بهتر خارجی یا یک نیروی دیگه بیاد اینو براندازه و ما خلاص میشیم از دستش. نظر شما چیه؟ خب ما میگم خب خلاص شدین از دست اون، ولی تو جنگ کی افتادین؟ چه چیزی به جاش میاد؟ هیچ آدم سالمی نمیاد یه خونه رو خراب کنه قبل از که بدونه چه خونه‌ای میخواد بسازه. هیچ آدمی نمیاد اگر وقتی که ما توی حالت ترس هستیم، حالت فرار از این چیزی، مثل این که توی جنگلی هستی یه حیوان وحشی بهت حمله میکنه، تو اصلا فقط میخوای فرار کنی، فقط میدوی فرار میکنی، حتی اگر اصلا جلوتو نمیبینی فقط میخوای از حیوان فرار کنی. حتی اگر که برسی به یه جایی که یه دره‌ای باشه که بعد همون حیوانه بیاد جلو و تو بیفتی توی دره، اون لحظه اصلا برات مهم نیست. و دقیقاً این اتفاقی هست که میتونه برای ما بیفته. ما این که الان با خودمون باید بگیم که ما باید باز نگاه کنیم، ما باید کلیت قضیه رو ببینیم، ما باید نگاه کنیم که به چه سمت میخوایم فرار کنیم. آیا ما داریم به سمت دره فرار میکنیم یا آیا داریم واقعا میریم به یه سمتی که بتونه صلح باشه، بتونه آزادی باشه؟ و آزادی برای ما چیه؟ من وقتی که میپرسم از مردم ایران، اتفاقا همین دیروز یه دوتا صحبتی که داشتیم، وقتی ازشون میپرسی آزادی چیه، میگن ما میخوایم مثلا بتونیم روسریمون رو در بیاریم، نمیدونم هرچی میخوایم بخوریم، نمیدونم آزادی های اجتماعی رو میخوان، آزادی های اجتماعی پایه رو میخوان. این اتفاقا دقیقا اون بحث اصلیه که ما دنبال چی میگردیم؟ ارزش ما اینجاست یا ارزش ما اینجاست؟ منی که اگر که حالا تو چیزای اجتماعی منو دنبال، اونایی که منو دنبال میکنن دوستان میدونن که من خیلی باز هستم و حتی خیلی موقع رادیکال هستم تو چیزای آزادی های اجتماعی. ولی اگر همین امروز بخوام انتخاب کنم، همین غزاله بخواد انتخاب کنه بین این که یک نیروی اجنبی بیاد کشور منو بگیره، بیاد کشور منو تبدیل کنه به یه جای ناامن، یا این که بخوام برم روسری بپوشم، حتی چادر بپوشم تو اون کشور، ترجیح میدم که اون چادره رو بپوشم، حتی دست یه مرد باشم، ولی کشورم رو نفروشم. چون اون آزادی که تعریف میشه باید ببینیم چی ما دنبال چی هستیم. ما دنبال آزادگی هستیم، دنبال این نیستیم که فقط روسریمون رو در بیاریم. اینم جزش هست، یکی از چیزای پایش هست، نمیخوام بگم نیست، ولی ما دنبال چیز بالاتر از این هستیم و ما نباید اون بالایه رو بفروشیم به آزادی‌های پایینی. شما مجبور نیستید که بین دو تا شهر بخواید انتخاب بکنید، خودتون میتونید راه سومی داشته باشید. دقیقاً مسئله همینجاست. این راه سوم، ما باید راه سومو با آگاهی ایجاد بکنیم. ما نباید فکر کنیم برای فرار از جمهوری اسلامی باید تو دام
کس دیگه بیافتیم. ما انسان‌هایی هستیم، همه ما میتونیم، قدرت داریم که خلق بکنیم، قدرت داریم که سرنوشت خودمون رو به دست بیاریم. من اینو توی چند سال اخیر شدیداً روش کار کردم و واقعاً اعتقاد دارم، تجربه میکنم که ما خالق زندگی خودمون هستیم و ما ما این قدرت رو از ما گرفتن. اگر شما به این اعتقاد دارید، پس فکر میکنم بهتر اصلاح بفرمایید که نه جمهوری اسلامی و نه اجنبی راه سوم مردم ایران. راه سوم مردم ایران، ما باید راه سوم برای خودمون پیدا کنیم، باید سوالای درست از خودمون بپرسیم، باید برای خودمون درست تعریف کنیم که آزادی یعنی چی، صلح یعنی چی، عدالت اجتماعی یعنی چی. به طور مثال میگم یکیش عدالت اجتماعیه، میگن ما میخوایم همه چی داشته باشیم، خب ولی اکثر مردم دنیا، اکثر مردم ایران وقتی بهشون بگی که مثل آلمان 42% 45% مالیات بده، سریع نمیخوان این کارو بکنن. ما باید خودمون، من نمیخوام اصلا قضاوت بکنم، ما باید برای خودمون واقعا بشینیم سوال بکنیم که آزادی برای من یعنی چه، عدالت اجتماعی برای من یعنی چه، و من چقدر حاضرم که از خود شخصیم بگذرم برای یک عدالت اجتماعی. آیا عدالت اجتماعی برای من فقط اینه که یک کسی از بالا بیاد نون بده به بقیه و من هر چقدر دلم بخواد پول در بیارم، یا من حاضرم به عنوان یک فرد توی یک اجتماع سوسیال زندگی کنم، حاضر بشم اگر قوی ترم یه قسمت از اون توانی که بهم داده شده بدم، به خاطر که یه کسی که الان توی مضیقه از توانی کمتری داره هم بتونه توی یک سال. این سوالایی که ما از خودمون باید بکنیم. فقط حرف زدن ما رو به جایی نمیرسه و ما تا خودمون تصویر جلوی خودمون مشخص نباشه، اون راه سوم برای ما مشخص نخواهد بود. اون روزی که تصویر تو ذهنمون مشخص باشه که ما چه چیزی میخوایم تو ایران بسازیم، واقعا به کجا میخوایم بریم، مطمئن باشیم که تمام این گروه ها شکل میگیرن، مطمئن باشین که اون روز هست که جمهوری اسلامی یک روز دیگه هم جایی نخواهد داشته باشه، نخواهد توی جامعه ایران داشته باشه، هیچ لحظه نمیتونه اون بالا بمونه. ما چون که خودمون اون میسیونمون برامون مشخص نیست، اون چیز جایی که میخوایم بریم برامون مشخص نیست و نیروهامون رو توی اون جهت نمیذاریم، چون توی پخش هست نیرو، مثل برای عین فیزیکه، مثل برایند میراث، وقتی پخش باشه هر چیزی یه جایی بره ما نمیتونیم فوکوس. بله خب این مستلزم همفکری، همکاری، سازماندهی، کمک لوجستیکی، کمک مادی، همه اینا هست که این یک کار یک روزه یا یک شبه نیست و میتونه حداقل در میان مدت یا بلند مدت شکل بگیره. در کوتاه مدت اگه میشه خب شکل میگه، ولی خب طبیعتا شکل نمیگه. 100% من موافقم. ما بسیار باید رو خودمون کار کنیم، دراز مدت باید کار کنیم و هیچ دموکراسی از بیرون وارد نخواهد شد. این یه الوزیونه که از کسی میتونه از بیرون به ما دموکراسی، آزادی، عدالت به کشور ما وارد کنه. ما باید تک تکمون در درون خودمون اول اون دیکتاتور درون خودمون رو، هممون در درون خودمون یه خامنه ای داریم، اونو باید از بین ببریم. ما باید اونو با صلح، با آزادی، با عشق جایگزین بکنیم و اون موقع هست که ما میتونیم با یک تفکر از یک نیروی درونی، با یه نیروی درونی جدید به سمت اون مسیری که میخوایم بریم واقعا. پس پیام شما اینه، نه به جمهوری اسلامی نه به اجنبی، زنده باد همبستگی مردم ایران. بله. خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. خیلی ممنون